خنده معروف اینستاگرام پیدا کردم، آقا جواد ایل سعادتمند. دونستی که الان معروف‌تر از آیسان اسلامی شدی؟ والا همه میگن، نمیدونم والا. 80-90 میلیون الان منتظرم بدونن که اون خنده‌ای که کردی پشتش چی بود، چی گفتن رفیقات که اونجوری خندیدی. قضیه‌اش این بود که من اومدم بشینم یه هندونه بخورم، همین که یه هندونه شکستم دست کردم توش گولش تپه‌ای برام، دیدم پسر دیدم چش تو چش شدم باشم داره فیلم میگه. خنده ازش میگیره، خیلی ساده خنده کرد ازم گرفت، دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم. قضیه این بود تو تمام کلیپ. آره بعدم بعد کی فهمیدی که این کلیپ اینجوری پخش شد؟ والا ما 2 شب که گذاشته بودیم اینو یه پستش بود، بعد 2 شب 3 شب بودیم ای پدریم تمام فضا مجازی پر شده فیلم ماست. زنگ حس خوبی بود یا نه؟ نه اولش حس بدی بود. چرا؟ آبرو رفته بود. چه کاری کردی بعد دیگه عادی شد دیگه. آره یه سال ولش کردیم، گفتیم بذار مردم یادشون بره دیگه، یادشون نمیره دیگه. میشه اینجوری هندونه میخوری؟ چه جوری؟ به این کلوفی، به این بزرگی. آره من هندونه همون بزرگترنی همیشه میشکنم گلشو در فقط گلشو میخورم. گلشو با دست کنده بودی زمین چون چاقو چیزی نه تو تنگاش میکنی گلش در میاد. این هندونه خوردن داره آقا جواد. مزه است خودی